دکتر واسم، با وجودی که شما کراراً تاکید کردید که استقلال و آزادی رو برای ایران خواهان کردستان تنها، شما با گروه ملی همکاری ندارید که ما به طور کلی طرفدار یک ایران مستقل و متحد هستیم و هیچ خواستی رو تا کنون مطرح نکرده ایم که خارج از چارچوب کشور ایران باشه. ما می‌خواهیم دموکراتیک و در چارچوب دموکراتیک خواهان خودمختاری برای کردستان هستیم، همچنین که خواهان حقوق ملی دیگر خلق‌های ایران هستیم و ترجیح میدیم، مخالفتی نداریم که حقوق خلق‌های استندیده به فدراتیو حل بشه، یعنی ایران تبدیل بشه به یک جمهوری فدراتیو مثل کشورهای بسیاری که در دنیای امروز وجود داره و وحدت و استقلال خودش حفظ، ولی همه در داخل این وحدت استقلال به حقوق خودشون برسن. اما از نظر همکاری با سازمان‌ها و نیروهای ملی‌گرا، قبل از اینکه جواب این سوال را بدم میخوام اضافه بکنم که ما خودمون رو کمتر، یعنی از هیچ نیرو یا از هیچ سازمانی کمتر ایرانی نمیدونیم. به هیچ کسی هم حق نمیدیم که خودش از ما ایرانی تر بدونه. دلیلی هم برای این در واقع نمیدونیم. ما حاضر به همکاری با همه سازمان‌های ایرانی، با همه نیروها، با همه شخصیت‌ها هستیم، ولی به شرط آنکه این سازمان‌ها علیه رژیم خمینی مبارزه بکنن و کوشش هم نکنن که مجدداً سلطنت را در کشور ما احیا بکنن. مخالفت ما با سلطنت از روی تعصب نیست، یک مخالفت اصولی است. تجربه تاریخی کشور ما نشون داده که ایران رو نمیشه با سوئد یا با انگلستان مقایسه کرد. سلطنت در ایران معمولاً با سخنان بسیار زیبا و دموکراتیک شروع میشه، همچنان که وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید او را شاهنشاه جوانبخت دموکرات می نامیدن، ولی بعد از مدت کوتاهی، حالا بستگی به وضع داره، این شاه تبدیل میشه به دیکتاتور. برای اینکه پایگاه مردمی در کشور نداره، به طریق اولا از طریق استبداد و دیکتاتوری باید حکومت بکنه یا سلطنت بکنه. ثانیاً به همین علت وقتی که تبدیل شد به یک رژیم استبدادی و پایگاه مردمیش را بکلی از دست داد، وابستگی پیدا میکنه به خارج. سلطنت در ایران، تاریخ معاصرش رو نگاه بکنید، مدت طولانی وابستگی داشت به روسیه تزاری، سپس به امپراتوری انگلستان و اخیراً به امریکا. ولی ما کشوری میخواییم هم دموکراتیک و هم مستقل. من فکر میکنم که هر ایرانی آزادی خواهی به این دو علت باید مخالف سلطنت باشه. ولی اجازه بدید من به عنوان نماینده حزب دموکرات و کردها یک دلیل دیگه را اضافه بکنم و اون این که سلطنت یا رژیم شاهنشاهی برای ما، یعنی در واقع هم همینطور بوده، عبارت است از تمرکز قدرت در تهران و ما که خودمختاری طلبیم مخالف چنین تمرکزی هستیم. ما برعکس یک ایرانی میخواهیم که فدراتیو باشه، سیاست عدم تمرکز در کشور پیاده بشه، همه قدرت در تهران جمع نشه، بلکه مردم ایران، مردم استانهای مختلف ایران
بتوانند اختیارات بیشتری داشته باشند از طریق نمایندگان خودشون، از طریق مجلس یا شورایی که انتخاب میکنن. و فکر میکنم که دولت مدرن در اروپا، امریکا و کشورهای پیش افتاده به طور کلی به سوی یک چنین تقسیم قدرتی میره، نه تمرکز قوا در یک جا و اون هم در دست یک شخص. این علت مخالفت ما با سلطنت. و در ضمن جز این البته ما کسانی که مخالف رژیمند و به هر شکلی که علیه رژیم مبارزه میکنند، حتی به شکل مبارزه منفی اون نوع که مثلا گاندی مبارزه میکرد، برای ما قابل قبولند و قابل احترام. ما فکر میکنیم که هر کسی که مخالف رژیم است حتما باید اسلحه بردارد یا حتما این امکان دارد که متوسل به سلاح بشود. شرایط مختلف در بخش‌های مختلف ایران، در استان‌های مختلف یا در روستا و شهر کوهستان و اونجایی که دشت با هم فرق داره. ما از هر نوع مبارزه، از مبارزه مسلحانه گرفته تا مبارزه فرهنگی علیه رژیم خمینی استقبال میکنیم. مثلا مبارزه ای را که خانم‌های ایرانی در مقابل اونچه رژیم اسمش را بی‌حجابی یا بدحجابی مینامد از پیش میبرند، این مبارزه را هم مبارزه میدونیم. و بگذاریم از مبارزه‌ای که کارگران میتونن در کارخانه بکنن و فرهنگیان میتونن در بخش‌های فرهنگی و دانشجویان در دانشگاه بکنن. همه اینها به نظر من کمک خواهد کرد که ما هرچه زودتر بتوانیم رژیم خمینی را سرنگون بکنیم. بعدم عقیده ما این هست که بعد از رژیم خمینی و بعد اینکه مردم ایران دو دیکتاتوری رو پشت سر گذاشتن، باید به این نتیجه رسیده باشن که تنها یک رژیم دموکراتیک بر اساس پلورalisم سیاسی، بر اساس اینکه هر سازمان و گروهی در چارچوب یک کشور جمهوری بتونه عقاید خودش رو اظهار بکنه و برای پیشبرد عقایدش مبارزه بکنه، در یک چنین چارچوب ایران ما خواهد توانست هم استقلال خودش رو حفظ بکنه و هم به کشورهای دموکراتیک پیشرفته جهان بپیوندد. جز این متاسفانه باید بگویم، بدون اینکه بخوام بی خودی پیش بینی کرده باشم، اگر در ایران بعد از خمینی رژیمی دموکراتیک بر اساس پلورالیسم به وجود نیاد، داخلی در خواهد گرفت و جنگ داخلی در کشوری مثل کشور ما که از نظر استراتژیک اهمیت جهانی در شمال بیش از 2000 کیلومتر مرز مشترک با اتحاد شوروی داره، در جنوب خلیج فارس هست که منطقه اقتصادی که بسیار مهمیه. در یک چنین کشوری جنگ داخلی حتی میتواند استقلال و تمامیت کشور ما را به خطر بیندازد. به این ترتیب وظیفه همه ایرانی های آزادیخواه این است که از همکنون برای یک ایران دموکراتیک پلورالیستی مبارزه بکنند و زمینه را برای همکاری و ائتلاف برای چنین ایران